چون که موریتانیا یکی از دولت‌های کمبغل است. تا حال مکتبی میانه و دانشگاه در تمام شهر و ناحیه‌هاش نیست، در قشلاق‌هاش نیست. و اون زمانی که یعنی سال 1960 حال موریتانیا دانشگاه نداشت، حاضر دارد. اینا در علم دین و در علم دنیا این منطقه به نهایت پیشرفته است. در این عصر هر عالمی به قوتی که دیدیم از همون کشور است، از موریتانیا، شنقیط. و خود محمد امین شنقیطی صاحب تفسیر ازوال بیان که کمتر پیشتر ذکرشون کردیم، این کس هم از همون کشور بودن. استاد اساسی ما شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی، این کس اصلشون از موریتانیا است. پدرشون در 19 سالگی به مدینه آمدن و استاد ما در مدینه بعد تولد شدن، لیکن اینا موریتانیگی هستن، شنقیطی هستن. اونا در تمام علمهای دینی و دنیوی پیش رفتن، لیکن مکتب نداشتن. حتی اونا کتاب و دفتر نداشتن، در تختچه ها می نویستن. میگوین که در هر یک طلبه تخته داشت، استاد یک روی قرآن رو به همین تخته نوشته میدهد، همین روز حفظ کرده میآید، همین دیگه تا آخر عمرش نمیبیند. همین روز که حفظ کرد سپر دیگه نمیبیند. برای چی؟ برای اینکه کتاب ندارد، همین تختچه دارد. امروز آخرین روزه که همین صحیفه قرآن را دید، بنابراین با تمام وجودش میخوام، على خصوص در سالهای پیشتر. علم به درجه بلند بود، لیکن شهادت نمیرسید. یعنی اگر به یک مقامی بلند رسیدنی باشید و همچون علم شهادت هم داشته باشید، یعنی دیپلم هم داشته باشید، مجبور به همسایه کشورها سفر کردن به تونس،